مقامات درباره تعداد افراد بازداشت شده و هم اتهام اعلان شده نسبت آنها رسما هیچ اطلاعی نمیدهند. آن اطلاعی که ما حالا در دست داریم اساسا در تکیه به منبع‌های ما در مقامات قدرتی و صحبت با نزدیکان بازداشت شده ها می باشد. طبق اطلاعی که ما از منابع معتمد خود دسترس کردیم، 27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند. با گفته منابع ما این بازداشت ها بعد از 1 ژانویه امسال رخ داده است. برخی رسانه‌های دیگر تعداد بازداشت شدگان را از این بیشتر گفتند. یکی از همصحبتان ما گفت تعداد از این افراد در شهر دوشنبه، ولایت‌های سوخت، ختلان و شهر وحدت بازداشت شدند. نزدیکان برخی بازداشت شده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند مقامات بعد از بازداشت نزدیکان آنها به منزلشان آمده، منزل‌های آنها را کافت و کاب کردند و چند کتاب دینی را که پیدا کردند با خود بردند. از جمله یک همصحبت ما از ولایت ختلان گفت حتی عاقل ها را هم جستجو کردند و هر کتاب دینی را که پیدا کرده بودند با خود مقامات بردند. طبق اطلاعی دریافت کرده ما در میان افراد بازداشت شده روحانیان، استادان دانشگاه ها و دانشجویان نیز هستند. از جمله یکی از بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف، یکی از افراد نزدیک به خانواده تورجانزاده ها، روحانیان معروف در کشور هستند. فرد دیگری بازداشت شده فردوس رحیمزاده می باشد که تا این زمان رئیس اداره اموال شهر اصفهان و پیش از این یک مدت اجرا کننده وظیفه رئیس دستگاه شهر اصفهان بود. همچنین طبق اطلاع دریافت کرده ما چند استادان دانشگاه ها و دانشجوی یکی از کالج های شهر دوشنبه نیز در میان بازداشت شده ها هستند، اما مقامات تا حال اسم افراد بازداشت شده را پورا آشکار نکردند و ممکن است تعداد افراد بازداشت شده باز هم بیشتر شود. در میان بازداشت شده ها عبدالله مکمل و یا عبدالله عاقل زاده نیز هست که قبلا با صحبت های دینیش در شبکه‌های اجتماعی معروف بود. همصحبتان رادیو آزادی دایر به بازداشت ها جزئیات ندادند و گفتند که تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران با سازمان ممنوع اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیافزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2016 در تاجیکستان ممنوع و بر روی خط سازمان‌های افراطی وارد کرده شده است. قبلا چند امام خطیب از ولایت سوخت با گمان عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابر شاه، آزادی، دوشنبه.